پرویز ترسونزاده پسر خرده شاعر خلقی و قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده روز 31 ایول وفات کرده است. در این باره در فیسبوک یکی از دوستان مرحوم معمار شناخته عالم قربانوف خبر داد درباره سبب مرگ پرویز ترسونزاده چیزی گفته نشده است. میرزا ترسونزاده سال 1911 در قرغانتپه به دنیا آمده. سال 1977 در دوشنبه از عالم چشم پوشید و در آرامگاه لوچوب به خاک سپرده شد. میرزا ترسونزاده از سال 1939 تا دم مرگش در طول 38 سال رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. او سال 1961 عنوان شاعر خلقی تاجیکستان، سال 1967 عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را به دست آورده. سال 2001 پس از مرگش به استاد ترسونزاده عنوان از همه بلند کشور قهرمان تاجیکستان داده شد. استاد 3 فرزند داشت. دختر او فیروزه ترسونزاده عالم فیلسوف شد. پسر کلانیش مسعود ترسونزاده فیزیک و رادیو تکنیک شد. اما پرویز ترسونزاده رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده چند سال در عراق به حیث ترجمان کار کرده. او بعد بازگشت به وطن در کینستودیوی تاجیک فیلم به دوبلاژ یعنی ترجمه فیلم ها به تاجیکی مشغول شد. پرویز ترسونزاده همچنین سالهای زیاد در پلات سودا و صنعت تاجیکستان و همچنین در شرکت وویلون موبایل کار کرده بود. وقتهای آخر او کلیات پدرش را برای چاپ آماده میکرد. متاسفانه این کار را به انجام رسانیدن نتوانست، نوشته است عالم قربانوف. پرویز میرزایویچ آن همه دنیای بای و عشق و احترام به مردم را از پدرش به میراث گرفته بود. او که در قلبش رمانتیک بود، در چهره آدما فقط خصلت‌های مثبت را میدید. یک آدم شاد و دلگشا بود و در بین دوستان و پیوندان از احترام و محبت برخوردار بود. چنین یاد کرده است از مرحوم عالم قربانوف.